أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيم أحلى. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أو كما قال صدق النبی الکریم صلی الله علیه و سلم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، هم از خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاسگزاریم که بار دیگر برای من و شما توفیق بخشید تا برنامه دیگر پیرامون یک دیگر از آداب اسلامی را بیان نماییم. موضوع پیرامون آداب بازار رفتن هست. همه ما نیاز داریم که به بازار برویم به خاطر خرید و فروش، به خاطر بیع و شراء. پس رفتن به بازار از خود آداب دارد. باید این آداب را یک مسلمان باید رعایت نماید. از جمله آداب بازار رفتن شاید خیلی جالب بیایه برای بعضی از عزیزان، بیان شد آداب مسجد رفتن، آداب نماز خواندن، آداب روزه گرفتن. اما حال بحث اینه که آداب بازار رفتن، عجیب، بازار هم آداب داره که این آداب باید رعایت بشه؟ بله، بازار رفتن آداب داره. همانطوری که به مسجد داخل میشیم دعا میخوانیم، به بازار هم وقت داخل میشیم طریق مسنونه هست که باید ما دعا بخوانیم. اولین ادبی که باید نسبت به این موضوع رعایت بشه وقت داخل شدن به بازار هست. از خانه بیرون میشیم به قصد بازار، به قصد بیع و شراء. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند وقتی بیرون شدید چی بگویید؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. این ادب اول. وقتی بازار داخل میشیم، به هر بازاری که داخل شدیم به خاطر بیع و شراء، به خاطر وقتی دکان خود را باز میکنیم، وقتی به بازار داخل شدیم این دعا را میخوانیم. وقتی این دعا خوانده شد، در روایت ترمیزی و همچنین امام احمد رحمه الله روایت میکنن کتب الله له، می نویسه الله سبحانه و تعالی بر کسی که این دعا را میخوانه 1000 حسنه و محى عنه 1000 سیئه و رفع له
بلند میشه برای ای 1000 درجه و بنی له بیتا فی الجنه. الله اکبر. وقتی وارد بازار شدید و این دعا را خواندید، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو على كل شیء قدیر، الله سبحانه و تعالی درجات تو را بلند میبره، الله سبحانه و تعالی گناه ها را میبخشه، الله سبحانه و تعالی حسنات انسان بر حسنات انسان میافزایه. دیگر این که از جمله آدابی که باید در بازار رعایت بشه، دین مبین اسلام تمام مسائل را مد نظر گرفته. همانطوری که میگه چگونه مسجد برو و چگونه ادب مسجد را رعایت کن، فرموده چگونه در بازار میری، به چی طریقی میری و باید چگونه آداب بازار را رعایت کنید. همچنین از جمله آدابی که متعلق به بازار اینه که سر و صدا در بازار نباشه. سر و صدا نکن. یعنی در بازار وقتی داخل میشی متوجه باش که عداوت و دشمنی و جنگ نداشته باش. در بازار وقتی رفتید عفو پیشه خود بساز. در بازار شاید کسی بیای برای تو حرف زشتی بگه، شاید بیای کسی تو را ناراحت کنه، ولی تو صبور باش، انتقام نگیر. این از جمله آدابی است که باید در بازار یک مسلمان رعایت کنه. و همچنین مسئله نظافت بازار باید رعایت بشه. خیلی از انسان ها فکر میکنن که وقتی بازار داخل شدن دیگه حالا در هر قسمتی از بازار آشغال رو بندا، این دیگه اشکالی نداره. نه خیر، چنین نیست. همانطوری که نظافت خانه خود را ما رعایت میکنیم، باید نظافت شهر و بازار خود را هم رعایت کنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند الایمان 60 شعبه. ایمان 60 و چند شاخه هست. اعلاها قول لا اله الا الله. بلندترین شاخهش لا اله الا الله هست. و ادناها و پایینترین شاخهش اماتة الاذى عن الطریق، دور ساختن اذیت‌ها از راه، از بازار. یعنی شیء اذیت کننده سر راه میبینی، ای را بردار، الله اجر میده، ثواب میده. در حدیث دیگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند ان الملائکه تتأذى مما يتأذى منه بنی آدم. این را متوجه باشید، شیئی که بنی آدم را اذیت بکنه ملائکه هم از او اذیت میشه. یعنی بویی که بنی آدم دوست نداشته باشه، اذیتی که بنی آدم دوست نداشته باشه. پس به اینه که از جمله آداب بازار باید نظافت بازار رعایت کردن. بعضی انسان ها فکر میکنن که در بازار آشغالا رو ببر به بازار بندا، به هر گوشه‌ای که دوست داری اونها رو بیانداز، یا اینکه اعمال را انجام بده که سبب اذیت دیگران بشه. در بازار وقتی کار میکنید، دکان خود را آباد میکنید، وقتی مقابل دکان شما جوی آب هست که نظافتش درست نیست، او را وظیفه دارید، مسئولیت دارید. وظیفه ایمانی یک انسان مسلمان هست که باید اون جوی دروازه دکان خود، محل دکان خود، محل بازار خود را باید درست و صحیح نظافتش را رعایت بکنه. همچنین از جمله مسئله آداب بازار اینه که وفا به عهد. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. وقتی عقد بین طرفین بسته میشه دیگه باید وفا باشه، عهد شکنی نباشه. یه جمله آداب بازار هست. شیء خریدی، شیء فروختی، مسئله بیع و شرا صورت گرفت. حالا وقتی این عقد صورت گرفت دیگه
عهد شکنی نباشه، پشیمان نشوید، بهانه نگیرید. این دور از ادب هست. جنس خریدید، حالا پشیمان شدید، بیایید بهانه بگیرید و بالاخره بهانه تراشی کنید. این درست نیست. و همچنین از جمله آداب بازار در بیع و شرا، خصوصا معاملات بزرگ، وقتی چیزی را میخرید میفروشید، معاملات بزرگ هست، خانه هست، زمین هست، جایداد هست، ولو که اشیای صغیر باشه، خرد و ریزه باشه، چه کار کنید؟ چیزی را بنویسید بین هم دیگر و یا شاهد بگیرید. الله سبحانه و تعالی میفرماید و اشهدوا اذا تبایعتم، وقتی بیع و شرا کردید شاهد داشته باشید، خط داشته باشید در این راستا. همچنین از جمله آداب بازار در معامله آسانگیر و جوانمردی داشته باشید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقتی این همه آداب ما بیان میکنیم، این آدابیه که شریعت به ما گفته، دین گفته، اسلام گفته. آسانگیر باشید. رسول الله میفرمایند رحم الله عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. رواه البخاری. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند رحم الله عبدا، رحم کنه الله سبحانه تعالی بر بنده ای که جوانمردی داره در چی؟ در خرید خود، جوانمردی داره در فروش خود. این دعای رسول صلی الله علیه و سلم. انسان باید در بیع و شرا جوانمردی داشته باشه، باید آسانگیر باشه، نباید در بیع و شرا سختگیر باشه. همچنین از جمله آداب بازار مسئله راستگویی در کلام و عدم کتمان عیب مال. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخیه بیعا فیه عیب الا بینه له، او کما قال. مسلمان برادر مسلمان هست. حلال نیست برای مسلمانی که چیزی را برای برادر خود می فروشه و او عیبی داره مگر که عیبش را بیان کنه. اگر بیان نکرد این کار درستی نکرده، عیبش را بیان کن. این از جمله آداب بازار هست. در بیع و شرا مال عیب داره، باید عیبش بیان بشه. همچنین شاید بعضی از انسان ها بگن خب عیب مال بیان بشه به فروش نمیرسه. از این که مسئولیت اخروی داشته باشید مال به فروش نرسه بهتر هست. و مطمئن باش در بیع و شرائی که صداقت باشه هیچ وقت او معامله، هیچ وقت او تجارت خسران نمیبینه. همچنین از جمله آداب بازار در بیع و شرا زیاد قسم خورده نشه. بعضی انسان ها عادت دارن با اندک مسئله، با 10 افغانی شروع میکنه به قسم خوردن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند ایاکم و کثرت الحلف فی البیع فانه ینفق ثم یمحق، او کما قال. میترسانم شما را از کثرت قسم در بیع و شرا. اگر این مالی که شما او را به زور قسم به فروش میرسانید، درسته این فروخته شده، مال را فروختید، خانه را فروختید، زمین را فروختید، هر قسمی بود تیر کردید، پول را به دست آوردید، اما متوجه باش که این برکت نداره، محو میشه، چون به زور قسم او را سودا کردید. همچنین از جمله آداب بازار اجتناب از غش، از خیانت. در چی؟ در مال. جنس بدل را بیار به جای جنس اصل، غش هست.
دوای بیکیفیت را او را ساختن با او شکلی که یعنی با کیفیت هست اما اصل دوا کیفیت نداره، این غش هست. جنس در بازار آوردن از فلان کشور نیست اما مارک او کشور را زدن به خاطر رسیدن به فروش، خیانت هست، این غش هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند گوش کن ای کسی که در مال غش هست، در تجارت غش هست، در سرمایه غش هست. غش یعنی او حالت اصلیش نیست. گوش کن تو کسی که روی کارتون ها مالهای خوب هست، زیر کارتون جنس بدل هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند من غشنا فلیس منا، کسی که غش کنه با ما از ما نیست. در روایت دیگر می فرمایند من غش فلیس منی، کسی که غش کنه از من نیست. و همچنین از جمله آداب بازار اجتناب از کم کردن ترازو هست. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس، ویل چای جهنم از آن کسانی که ترازو را متوجه نمی شوند، کم می دهند، سبک می دهند، نسبت به ترازو غفلت می کنند. ویل للمطففین. ببینید در قرآن در دو جا ویل آمده، ویل لکل همزة لمزه، ویل للمطففین. کسی که به آبروی مسلمان هم بازی میکنه جایش چای جهنم گفته شده. کسی که با مال مسلمان هم بازی میکنه یعنی بی‌توجهی میکنه جایش جهنم گفته شده. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده تا اینکه آداب بازار رفتن را رعایت کنیم. امیدواریم که انشاءالله بتانیم به برنامه بعدی هم پیرامون آداب بازار رفتن، چون این بحث طولانی هست، تا بیشتر متوجه بشیم. اگر معامله ما درست شد، اگر آداب رفتن بازار ما درست شد، تمام آداب درست می شود. تا برنامه بعد که باز هم پیرامون آداب بازار رفتن هست، همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيم أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيم أحلى